تست کنم که به خودتون ببینید واقعا سنسور خوبی یا نه. میخوام مایدم کنید تا ویدیو خرج کردنی براتون بذارم. اولین سنسیمون این که من از داخل ویدیوی اکسا پیدا کردم و میخوام براتون تست کنم. حالا بریم داخل. تا صبح الان ساعت چنده؟ ساعت 13. میخوام تا صبح باید این ویدیو آپدیت کنم. دوم حالا این برای سنسیویتی بعد 90 95 90 200 من این سنس داخل ویدیو تندر دیدم و میخوام اینجا براتون بعد نیست. بریم برای سنسیویتی دوم. این من سنسیویتی سوم که من این یوتیوبر رو نمیشناسم، خیلی معروف هم نیست ولی داخل ویدیوش پیدا کردم. خیلی دوست داشتم روزم تیز کنم و میخوام خیلی ویدیو تو 8 دقیقه که تا 10 دقیقه این سنسیویتی بد نیست. برای بعد دوم اگم چهارم و یعنی سنسیویتی چهارم 108 167 125 200 181 212. این دوست دارم برم تو بازم چیزی کنم هیت بخواد تو بازیت بخور. آخه من من برای سنسیویتی بعدی بریم برای سنسیویتی پنجم که پنجم بود. پنجم خب این سنسیویتی 170 150 199 140 49. این یوتیوبرم خیلی خودش اصرار کرد که بهترین سنسیویتی آپدیت جدید فری فایره. حالا بینم چی میشه. حالا چی شد؟ حالا بکن حالا بک خورد. اینا رو ول میکنی دوباره رفتن کان خریدم. حالا بریم تو تست کنیم. دوم
خاطر شما باشه. این سنسیویتی چند تا بود؟ این بچه ها یه چی هم رفت، همه داشتم اشتباه میزدم. نه این داشت اشتباه نمیشد ولی شمردنش اشتباه بود. الان این هفتمیه، این پلاستیک هفتمیه، این هفتمیه. نه براتون خوندم؟ نه نخوندم. 194 31 169 129 71 200. بابا وقتی من داریم میخونم نه همه بیریم کنه. متاسفانه ارور میده.